خدا نکند من خویشتن را سزاوار جایگاه ابابکر بدانم. الله را ستایش میگویم آنگونه که خودش را ستوده است و درود و سلام میفرستم بر محمد پیامبر امین و خداوند رحمت کند ابابکر صدیق. همانا امانتش را ادا کرده و امت را نصیحت نمود و جایی برای حرف مردم نگذاشت و پس از خویش ما را به سختی انداخت و هرگاه به سوی خیری شتافتیم او را پیش از خود یافتیم. پس چگونه او را دریابیم؟ از آن خداوند است آنچه گرفته و عطا می کند. ای مردم، من کسی مانند شما هستم و اگر از ناراحتی و دلخوری خلیفه نمی ترسیدم خلافت را نمی خواستم. خدایا تندخوییم را اصلاح کن. خدایا ضعیفم قویم گردان. خدا شما را با من و مرا با شما می سنجد و مورد آزمایش قرار می دهد. شنیدم که از تندیم نگرانید و از خشمم هراسان. می گفتند حتی در زمان پیامبر اکرم عمر بر ما سخت می گرفت. حتی در زمان ابوبکر در امور دینی سختگیر بود. حال که همه امور را به دست گرفته است با ما چه خواهد کرد؟ در واقع حق با آنهاست. در محضر رسول خدا که بودم لحظه هایش غنیمت بود. همه شما از مهربانی و دلسوزیش باخبر هستید. همانطور که خداوند فرموده است با مؤمنان مهربان و نرم خوست. همچون شمشیری در اختیارش بودم. هرگاه لازم بود کافی بود امر کند. سپس ابوبکر زمامدار مسلمین شد، کسی که نمیتوان مهربانی و کرمش را انکار نمود. من خدمتگزار و یاورش بودم. تندیم با نرم خوییش آمیخته بود و شمشیری بران بودم که مرا غلاف کرده یا هرگاه نیاز بود بر می کشید. پس از او امور شما به من واگذار شد. بدانید که آن تندی رو به نرمی نهاده، ولی نه نسبت به ستم پیشگان و متجاوزان و دشمنان. من برای اهل صلح و دین و اعتدال نرم خو و مهربان خواهم بود انشاءالله. اگر کسی ظلم کند یا به حقوق دیگری تجاوز کند با او برخورد خواهم کرد و جلویش را میگیرم. من پس از آن تندی ها در برابر مؤمنان فروتن و خاکسار هستم. و شما ای مردم بر من حقوقی دارید که باید انجام دهم. من نباید چیزی از غنایم را برای خود بردارم.
پس آن را از من مطالبه کنید و شرمگین نباشید و اینکه سهمیه دریافتی شما را بیشتر کنم ان شاء الله تعالی، مشکلات را رفع کنم و تعهد میدم که شما را به رنج نیندازم. وقتی به جهاد رفتید مراقب خانواده هایتان باشم. از نظر من مال خداوند هم مانند مال یتیم است، تنها در هنگام نیاز به قدر رفع حاجت از آن بر میگیرم. تقوای الهی پیشه کنید، من را با پرهیزگاریتان یاری رسانید، من را نصیحت کنید با امر به معروف و نهی از منکر. در اموری که خداوند به عهده‌ام گذاشته پندم دهید. ای مردم، گوش فرا دهید. برخیز ای مثنا، این برادرتان مثنا پسر حارس شیبانی است. از دلاوریش در عراق با خبرید. مسلمانان در آنجا ضعیفند و کم تعداد و ممکن است فارس ها زمین های عراق را از ایشان بگیرند. هنوز ابوبکر وفات نکرده بود که به من توصیه کرد بدون هیچ کوتاهی و فوت وقت شما را با این مرد بفرستم. خدا را در این امر در نظر آورید. در جهاد برای خدا از هم پیشی بگیرید. چرا مردم برای جهاد درنگ کردند؟ چرا هیچ کس پیش قدم نشد؟ چون لشکریان فارس از لحاظ نیرو و تعداد زیاد هستند. آنها از توان نظامی و جنگجویانشان باخبرند. این نکته را هم باید در نظر داشت. بیشتر جنگجویانمان در شام به سر میبرند. هر قدر هم که نیرو جمع شود برای جنگ با فارس کفایت نمی کند. آنها از دلاوری های مثنا باخبرند و او را میشناسند، ولی نه مثل خالد ابن ولید، چون نه از مهاجرین است و نه از انصار. از صحابه رسول الله هم نبوده است. میترسند که کسی نتواند جای خالد را در عراق بگیرد. چنین نیست. نمیدانند که خدا آفریدگار است، نه ابن ولید و ابن خطاب. به آنها مهلت بده و دوباره مطرح کن. گمان میکنم آنها پس از رفتن درباره چیزهایی که شنیدند فکر خواهند کرد. حکومتت را با اجبار آغاز مکن تا مردم با رضایت و اخلاص بیادند. خدا برای ما نگهت دارد ابوالحسن. از عمر ابن خطاب به ابی عبیدة ابن عامر ابن جراح. خداوند متعال را حمد و ستایش میگویم. اما بعد همانا ابابکر صدیق جانشین رسول الله وفات یافت. همگی از آن خداییم و به سویش باز میگردیم. خواست خداوند بود که من عهدهدار امور مسلمانان شوم. من تو را امیر مسلمانان در شام تعیین می کنم. پس در نبرد با روم از نظر خود و مسلمانان همراهت بهره گیر. و بدان که من خالد را به خاطر ضعف یا خیانت برکنار نکردم. او در مشکلات یار تو خواهد بود. از وی بی نیاز نخواهی شد. از اینکه مسلمانان را در هلاکت افکنی بپرهیز. خداوند تو را با من و مرا با تو آزمایش می کند. و السلام. بیا ایساد. اکنون که خداوند مرا با شما آزموده
و شما را با من، بدانید که این تنها مسئولیت من نیست. شما را مشارکت میدم تا حجت من نزد خدا باشید و همواره در امور حکومتی با شما مشورت میکنم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، با وجود نازل شدن وحی که هیچگاه باطلی در آن راه نمی یافت و کامل بود، خداوند او را فرمان داد تا در امور با دیگران مشورت نماید. پس اگر خداوند متعال پیامبرش را به شورا فرمان می دهد، در حالی که او با وحی تایید می شده، ما چه بگوییم؟ ما که اسمتی در وحی نداریم مانند رسول الله. همه ما انسان ها نظر خودمان را داریم، درست یا غلط. اگر شخصی با استبداد تصمیم بگیرد و اشتباه کند، مصیبت ها همه به گردن اوست و اشتباهات به دوش او می افتد و سبب سستی خودش و گروه مسلمانان خواهد شد. اما اگر تصمیم گروهی بگیرند و نتیجه نامطلوبی داشته باشد، پس به جماعت باز می گردد و کسی مورد اتهام قرار نمی گیرد. پس جماعت و حاکم محترم می مانند. امری که بدون مشورت تصویب شود خیری در آن نیست. نظر فردی همانند ریسمانی است که بریده خواهد شد. دو رأی مانند دو ریسمان است و سه ریسمان پاره شدنش دشوار است. پیمان من با شما این بود و این حق قطعی شماست، همون گونه که بر من و شما واجب است. پس وقتی حق را می‌دانید کتمانش نکنید. از موضوع مثنا آغاز می‌کنم. 3 روز از وفات ابوبکر گذشته و مردم را به جهاد می‌خوانم، ولی پاسخی نیست. نظرتان را بگویید ای مردم. پیش از این نظر ابوالحسن را شنیدی؟ مردم میترسند که تعدادشان برای مقابله با فارس کم باشد. میدانید که ابوبکر رحمت الله ما را از کمک خواستن از مرتدان منع کرد. با این حال در میانشان پهلوانان و سواران بسیاری هستند. طلیحه اسدی، عمرو بن معد کبر، آنها توبه کردند و دوست دارند در میان گروه مسلمانان باشند و بجنگند. اگر مردم ببینند که بر تعداد آنها اضافه شده، شاید عزمشان استوار شد و تو را اجابت کردند. بله، خداوند اراده نمود این دین با عرب ها آغاز شود و تا همه متحد نشوند به قدرت نمی رسد. اکنون وقت آن است مرتدانی که توبه کردند به گروه مسلمانان بپیوندند تا عرب ها در گسترش دین خدا یک پارچه و متحد شوند برای نابودی طاغوت فارس و روم. سربازان همه خسته شدند ابا سلیمان. انتظار به درازا کشیده. شاید اخبارمان دیر به ابوبکر میرسد. صبر گربه ابا عبدالله. سپس هجوم شیر انشاءالله. میدانی که ما جاسوسانی فرستاده ایم که امکاناتشان را رصد کنند. آن وقت بر اساس آن نقشه میکشیم. رومیان با روشی میجنگند که ما با آن آشنایی نداریم. ما هم باید آرایش جنگیمان را کاملا تغییر دهیم. دائما به فکر چاره هستم. انشاءالله آن را خواهیم یافت. پس صبر کنید. بدانید که ما حتما پیروزیم. امروز چطوری ابو سفیان؟ امروز برای جنگ با روم شتاب دارم و چشم خود به اردوگاه مسلمانان بستم. در همین منطقه از سرزمین شام در عهد قریش برای تجارت می آمدیم و کسی بر جان و اموالش از چپاول رومیان ایمن نبود. با هدیه ها و چاپلوسی دل حاکمانشان را به دست می آوردیم، در حالی که در چشمانشان عرب‌هایی پا برهنه بودیم که شریفمان به منزلت ضعیفشان هم نمی رسید. هنگامی که از نزدشان به سوی قوممان بازگشته، با غرور سر بلند کرده و به یکدیگر فخر می فروختیم تا جایی که گلوی من باد می کرد.
هر چقدر ما با رسول الله دشمنی میکردیم، باز او ما را به سوی حق فرا میخواند و میفرمود از من پیروی کنید تا امتی واحد شوید. پس خداوند پادشاهی فارس و روم را برایتان به ارمغان آورد و ما میگفتیم ما کجا و آنها کجا؟ و اکنون اینجا هستیم و روم از رویارویی با ما در هراس است و ما برای نبرد با آنها شتاب میکنیم. چقدر امروز به دیروز نزدیک است و چقدر هم دور است. به خدا قسم که ابو سفیان حرف دل مرا زد. و حرف دل مرا. گاهی گمان میکنم خواب میبینم. آیا این همه اتفاق در چند سال عمرم روی داده؟ اکنون من در لشکر مسلمانان در شام هستم و ابو سلیمان امیر ماست. همین دیروز بود که لجبازی من، صفوان و ابی یزید را در روز فتح مکه به سوی گناه کشاند و بر روی ابو سلیمان شمشیر کشیدیم و اگر لطف خداوند نبود همان هنگام و با شرک هلاک می شدیم. به یاری خداوند شاد باشید که فتح شام نزدیک است انشاءالله. آنچه که رسول الله به ما وعده داده بود محقق شد و بقیه را هم خدا می دهد. گوش کن مثنا، با یارانت پیش از دیگران به سوی عراق حرکت کن تا ابا عبید با جمعش به تو ملحق شد. گوش به فرمان امیر مؤمنان هستم. چه گفتی؟ امیر مؤمنان؟ سخنت را پس میگیری یا بزنم؟ نه به خدا پس نمیگیرد و نمیگیری. ما پیش از این با خود میگفتیم که به زبان آوردن کلمه جانشین رسول خدا برای من دشوار است، ولی تو دیگر امیر ما هستی. پس تو امیر مؤمنان هستی. به آنچه راضی هستیم راضی باش. میدانید برای چه در این وقت اینجایید؟ شاید برخی از شما با خودش گفته باشد که پدرمان امیر مؤمنان شده و ما فرزندش هستیم و هرگاه به دنبال حاجتی برویم مردم باید ما را مقدم بدانند. بدانید که پدرتان شترشران خطاب بود و پدرش بر او سخت می گرفت و کتکش می زد. برای خاله هایش هیزم جمع می کرد و یک مشق خرما یا کشمش به او می دادند و تیره عدی در میان قریش چیز قابل ذکری نبود. آنها کجا و بنی عبد مناف و بنی مخزوم و بنی سهم و بنی جمح کجا؟ خداوند ما را با اسلام و تواضع عزت بخشید. مردم به شما می نگرند همان گونه که شاهین به گوشت. اگر بیفتید می افتند، اگر بترسید می ترسند. هرگاه مردم را از امری نهی کردم اولین کسانی باشید که دست می کشید. زیرا به خدا اگر یکی از شما را به خاطر نافرمانی بیاورند مجازاتش را 2 برابر خواهم کرد، تا جایی که بگویید کاش پدرمان عهدهدار امور نشده بود و مانند دیگران بودیم. فهمیدید چه گفتم؟ احساس میکنم وقتش فرا رسیده. میدانی سخت‌تر از جنگ چیست؟ انتظار شروع شدنش. برادر جان، محبت بین ما از محبت برادران واقعی بیشتر است. ما در هر حالی در کنار هم بودیم، مانند شاخه های یک درخت. سپس برادری اسلام آمد و چه سختی هایی که نکشیدیم. زمانه رنج بود و چقدر بزرگان قوممان به ما ستم کردند. اکنون اینجاییم، در این سرزمین. پسر عمویمان خالد امیر است، برادرزاده من اکرمه فرمانده است. همان کسانی که ما را سخت شکنجه می دادند
خداوند را برای الطافش شکر میگویم. امیدوارم در راه خدا شهید شوم. اگر چنین شد خاک سپاریم را تو به عهده بگیر. من نیز همین آرزو را دارم. اگر چنین شد و خدا خواست که زنده بمانی، مرا به خاک بسپار. وصیتم را هم به تو می سپارم. زندگی پس از تو چه خوشی دارد سلمه. تنها خواستم از خداوند بزرگ این است همان گونه که در دنیا دوست و برادر بودیم در آخرت هم بر تخت‌های بهشتی مقابل یکدیگر باشیم. آمین. آمین. ببینید، رومیان در جایی قرار دارند که از راه‌های مختلف میتوان به آن حمله کرد، اما راه فراری ندارند. در جناح راستشان رود و دریاچه بزرگی وجود دارد که راهشان را بسته. در جناح چپشان هم این دشت قرار گرفته. پس اگر قصد فرار کنند هیچ راه گریزی ندارند. اگر لازم شد این مسیر را میبندیم یا در صورت نیاز راه را باز میگذاریم تا فرار کنند. خوب است. آنها تقریبا محاصره شدند. دقیقاً. این اولین شکستشان است انشاءالله. در انتخاب اینجا اشتباه نکرده اند. بلکه از فرار لشکریان میترسند. به همین دلیل راه فرار را محدود کرده اند که سربازانشان مقاومت کنند. این نشان شکست است انشاءالله. ای مسلمانان، سپاه مغرور روم مقابل ماست. امروز روز مهمی است که سرنوشت می سازد. مقاومت کنید تا آنها را به سوی دشت عقب برانیم. آنقدر ادامه می دهیم تا تمامی دروازه های شام به روی ما گشوده شود. خدایا نصرت یا شهادت را نصیبمان کن.
وعده حق نزدیک است. بندگان الله، خدا را یاری کنید تا گامهایتان را استوار کند. به راستی که وعده خداوند حق است. ای مسلمانان، صبر کنید، چرا که صبر باعث رهایی از کفر است. خوشنودی پروردگار و دوری از ننگار است. جای خود را رها نکنید، آغازگر جنگ نباشید، سخنی در دل نگویید جز ذکر خداوند متعال تا اینکه فرمان دهم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. انا لله و انا الیه لا حول ولا قوة الا بالله. میبینی در چه حالی هستی؟ پنهانش کن، احدی با خبر نشه. ای مسلمانان، نترسید، تعدادشان شما را به وحشت نیندازد، زیرا اگر قدرتشان را باور کنید همانند کبک بال می‌گشایند. بندگان خدا، اگر مسلمانان غلبه یافتند همین جایی که هستید بمانید و هر کس از شما دید مسلمانی میگریزد حتما با سنگ او را بزنید. رومیان بسیارند و مسلمانان اندک. من فکر میکنم تعداد ما بیشتر باشد. پیروزی است که به سپاه قدرت میدهد و شکست موجب ضعف و خواری آن است.
در هر موقعیتی با رسول الله جنگیدم. امروز هم بگریزم؟ چه کسی تا مرگ بیعت می کند؟ من آمادم. من هم می جنگم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. که می سپارید اسلام و مادران و همسرانتان را. خدا زشت کند مردی که از طرفش بگریزد. عقب نشینی نکنید. بیایید. الله اکبر. به نبرد بازگردید. اگر مقاومت نکنید مرد نیستید. باید از وسط حمله کنیم. اکرامه به جهت راست برود. ابو عبیده و قعقاع دل رومیان را بشکافند. عجله کن. الله اکبر. الله اکبر. کنید برادران، خداوند با صابران است. به آنها اجازه فرار ندهید.
فرمان داد اگر سواران روم را دیدی که دست فرار دارند راه را باز